بچه بودم. شاید 8 یا 9 ساله. با خواهرم و بچه‌ها در کوچه مشغول بازی بودیم. یک پسر بچه از دور به اونها نزدیک میشد. بین بچه‌ها چندان خوشنام نبود. بیشتر بچه‌ها از اون میترسیدن. شاید چون شرایط جسمی و ذهنی متفاوتی داشت. همینطور با سرعت بیشتری به گروه ما نزدیک میشد. قصدش چی بود؟ شاید میخواست به ما حمله کنه. ترس همچون موجی در جمعمان پیچید. بازی بی هیچ اخطاری به صحنه‌ای از گریز بدل شد. بچه‌ها دویدن. هر یک به گوشه‌ای. خواهرم هراسان به خونه پناه برد. در رو پشت سرش کوبید و بست. دیگران نیز هر یک به گوشه‌ای خزیدن. من مونده بودم تو کوچه. من مونده بودم او. تنها. محکم در می زدم. گریه می کردم. کمک می خواستم. نمی خواستم با اون تنها باشم. آژیر آبی قسمت دوم خواهران غریب. خب مهناز جان خودتو معرفی کن و بگو چی شد که دیابتی شدی. مهناز مهرآبادی هستم. حدود 20 ساله که دیابت دارم، یعنی اردیبهشت که گذشت من وارد 20 سال شدم که مبتلا به دیابت نوع 1 هستم. خیلی پس مدت زیادی هم هست. جزو راه تجربه‌ای که به ذریعه هست. آره. بعد اینکه من 10 سالم بود دیابت گرفتم. البته الان فکر می‌کنم سنمو لو دادم. 10 سال دیابت 10 سالگی دیابت گرفتم، 20 سالگی دیابت دارم. من واقعیتش خیلی خنده داره دیابتی شدنم. یه شوکی به من وارد شد وقتی که دیابت گرفتم. حالا اون شوکه چی بود؟ ما خب 10 سالمون بود، کوچولو بودیم. من یه خواهر دوقلو دارم. با هم دیگه داشتیم تو کوچه بازی می‌کردیم با دوستامون و خواهر دوقلومون و اینا. یه بنده خدای همسایه‌مون بود. یه آقا پسری بود که یه کوچولو مشکل داشت، یعنی مشکل روانی داشت. ما همیشه از این میترسیدیم چون یهو بهمون حمله میکرد، مو میکشید، گاز میگرفت، صداهای عجیب غریب در می آورد. خب همیشه یه ترسی تو دلمون بود از این. بعد یهو وسط بازی ایشون به ما حمله کرد و همه دوستام و خواهر دوقلوم رفتن خونه مامانم. من موندم توی کوچه با ایشون، در رو من بستم. حالا من این هی جیغ میزدم، اینم موهای منو میکشید و دست منو گاز میگرفت. من حدود فکر میکنم 10 دقیقه بود داشتم جیغ میکشیدم. خونمون طبقه دوم بود تا بنده خدا مامانم بشنوه و اینو بیاد به داد دخترش برسه. من حدود 1 سال به خاطر این ترسی که شوکی که بهم وارد شده بود لکنت داشتم. بعد توی این تایم حالا به مرور لاغر شدم، آب زیاد میخوردم، شبا کابوس میدیدم که متوجه شدم دیابتی شدم. ولی خیلی داستان، یعنی یه حالت ترسناکی بوده. چرا؟ آره خواه ترسناکی که آدم شب میگینه. دقیقاً. تو مثلا آره قابه با سینش به واقعیت تبدیل شد. از اوایل دیابتی شدنت بگو توی بیمارستان. من بیمارستان که بستری شدم قدم خیلی بلند بود، ولی به خاطر سنم بهم گفتن که، یعنی نسبت به هم سنام قدم بلند بود، بهم گفتن که باید بری بیمارستان بهرامی، بیمارستان کودکان، اونجا بستری بشی. دیگه ما رو بردن اونجا. اولین قندی هم که از من گرفتن متوجه شدم دیابت دارم، قندم 400 خورده‌ای بود. وایس جالب، خیلی خوشحال اومدم خونه، برگه آزمایشی تو گذاشتم جلوی برادرم، گفتم من دیابت دارم. خیلی خوشحال. بعد از خصوص اول. آره خیلی قوی. بعد داداشم گفت چی؟ گفتم آره من دیابت دارم. بعد گفت آها رفت شوک. ولی خب جلوی من اصلا بروز ندادن که مثلا بخوان، چون به هر حال ناراحت میشن دیگه. هر چقدر بخوای قوی پیش بری، من مثلا هر بچه پدر مادر براشون جیگرگوششه. خلاصه اینکه از این قضیه بگذریم، رفتم بیمارستان بهرامی، اونجا بستری شدم. اما خب خیلی سخت بهم گذشت چون که تختای اونجا بهم کوچیک بود. پاهای من از تخت میزد بیرون، خیلی سخت واسه من گذشت که دیگه مامانم رفت گفت تخت بزرگتر ندارید؟ گفتن نه اینجا برای کودکانه، حالا دختر شما قدش بلندتره نسبت به این تخت، ما تخت نداریم. دیگه همونجا مامانم رضایت داد، منو بردن یه بیمارستان دیگه. اونجا رفتم تحت نظر دکتر رجب.
دیگه فقط به خاطر قدت بردن یه جا دیگه. آره خب نمیتونستم بخوابم، خب پاهم بیرون سخت بود، خیلی سخت بود برام. آره دیگه عوض کردن جامو، رفتیم یه بیمارستان دیگه، خاطرم نمیاد کدوم بیمارستان رفتیم. ولی خب از اون به بعد دکتر من دکتر رجب شد که دیگه با ایشون پیش رفتم برای کنترل دیابت. خاطره جالبی از حالا اینکه بیمار دکتر رجب هستی داری؟ یه خاطره خیلی قشنگ که همیشه توی ذهن من مونده این بود که وقتی که برای اولین بار رفتیم پیش ایشون با آزمایش من، اولین A1C من 11 بود. رفتیم پیش ایشون، شماره‌شو داد، شماره شخصیشو داد به مادرم، گفتن که هر تایمی از شبانه روز، صبح تا شب، شب تا صبح، اصلا خجالت و اینا رو بذار کنار، هر ساعتی که دوست داشتی، سوالی بود چیزی بود، حتما زنگ بزن، من پاسخگو هستم. که بعدها هم متوجه شدم که من اون لحظه کوچولو فکر می‌کردم چقدر دکتر به من لطف دارن، بعدا متوجه شدم این لطفو به همه بچهای دیابتی داشتن. یعنی آره، یعنی کاملا خودشونو 100% وقف بچه‌های دیابتی کرده بودن، شبانه روز پاسخگوی مامانا بودن و ما همیشه ازشون ممنون. و چقدر خوبه که آدم وقتی که توی یه شرایطیه که واقعا نمیدونه چی کار باید بکنه، یکی رو داشته باشه که بهش زنگ بزنه و همون موقع بهش بگه چی کار باید. اصلا باعث قوت قلب شده باشن. دقیقاً. مهناز انسولین چی میزنی؟ من رگولار MPH هنوز من به سبک قدیم دارم پیش میرم. البته اینم بگم 2 سال پیش بود اومدم روی انسولین قلم، با مشورت پزشکم اومدم و انسولین قلم و نورپید و لانتوست گرفتم، اما متاسفانه به هم نساخت و حالا چه اتفاقی افتاد؟ اینجوری بود که کل صورت من مثل کهیر ریخ بیرون. من 4 ماه هم صبوری کردم سر این موضوع، اصلا حالم خیلی بد شده بود، نوسانات شدید که پیش خودم گفتم، دکترم هم بهم گفت مثلا 2-3 هفته اول اوکیه تا بدنت بخواد، از چون رگولار خیلی قویه نسبت به نورپید، بخوای بیای روی انسولینی که حالا سبکتر از رگولار هستش طول میکشه تا بدنت بخواد عادت بکنه. من صبوریه رو کردم حدود 4 ماه، اما خب متاسفانه بدن من واکنش نشون داد دیگه. به پزشکم گفتم بهت نمیسازه، مجدد برگرد پیش همون رفیق قدیمی. جالبه. و اینم بگم برام خیلی شکست بزرگی بود، خیلی ناراحت شدم که چرا من نمیتونم برم روی انسولین قلم. چون فکر کنم استفاده از انسولین قلم راحته، 100% راحت تره، 100% راحت تره. بریم سراغ روابط خانوادگی. گفتی که یه خواهر دوقلو بله. اونم دیابتیه؟ نه دیابت نداره. فقط بعد چه حسی داری از این که تو دیابتی هستی ولی اون نیست؟ الان خیلی خوشحالم که خدا را شکر خواهرم سالمه، ولی خب همیشه اینو بهش گوشزد میکنم که مراقب باش نگیری. اما بچه بودم خیلی ناراحت بودم که چرا نداره. همیشه اعتراض میکردم که مامان چرا مهنوش، اسم خواهرم مهنوشه، چرا مهنوش همه چی میتونه بخوره اما من نمیتونم بخورم. چون اون اوایلم میگم آموزش و اینا اصلا نبود و اینکه پدر مادر من کلا حذف قند کرده بودن، من فقط زمانی که قندم میافتاد اجازه داشتم مثل شیرین بخورم. بعد بماند که من چه کارا که نمی‌کردم، مثلا خوراکی می‌خوردم آشغالشو مینداختم زیر تخت، مثلا شکلاتم مدرسه می‌خریدم من می‌خوردم مینداختم زیر تخت. بعدن نباید ده میداشت. چرا؟ مامانم فهمید و گفتش که خب مثلا تو به ذهنت نمیرسید که من زیر تخت رو تمیز میکنم. کلی هم دعوام کرد. بعد من چیکار میکردم؟ شکلات می‌خوردم و پنجره مینداختم پایین. حالا جدیدی برای عموم لوم داد، برگشت زنگ زد گفت شما آشغال پنجره میندازید پایین. بعد مامانم گفت آشغال چیه؟ گفت شکلات، بیسکویت، شیر کاکائو اینا چی از پنجره میندازید؟ دیگه اونجا هم لو رفتم. آره خلاصه. بعد همیشه از این اعتراض داشتم که چرا مهنوش همه چی میتونه بخوره، چون من اینطوری شده بود که ناهارم کلا شده بود جوجه کباب بدون برنج، شامم شده بود ماهی بدون برنج. یعنی یه تایم طولانی من جوجه کباب ماهی اینطوری غذا می‌خوردم. خیلی بعد خب با توجه به اینکه حالا
گفتی 20 سال دیابتی شدی، فکر میکنم که اون موقع ها نوار قند هم، یعنی دستگاه تست قند هم نه برای بود، اما نه به اندازه الان. یعنی مثلا من فکر میکنم حدود 1 سال بدون دستگاه تست گذروندم و خبرم نداشتیم که هم چیزی اومده به بازار. حالا ما چجوری قندمون رو کنترل میکردیم؟ یه نوارهایی بود پدرم از بازار اینا رو تهیه میکرد، شبیه همین نوارهای کتونی که الان هست. من اسمش خاطرم نیست که چی بود، عذرخواهی میکنم. ما روی این نواره میکردیم، بعد حالا تغییر رنگی که داشت، مثال اگر نارنجی میشد بعد چند دقیقه متوجه میشدیم قند من بین 200 تا 250، یعنی یه حدود عددی به ما میداد. دقیق مثل نواره الان یا مثلا دستگاه سنسورینه که اومده، آره اصلا دقیق نبود. اینطوری قندمون رو کنترل میکردیم که چند باری ما شبانه نصف شب مزاحم دکتر رجب شدیم دیگه، ایشون اون دستگاه ها اومده بود و اینا، بهمون گفتن که همچین دستگاهی اومده برید تهیه بکنید، ولی خب نوارش هم اونم خیلی سخت گیر می اومد. حالا اگر طولانی نشه من توضیح بدم که چه اتفاقی افتاد بعد اینکه اون دستگاه رو گرفتیم. پدرم که میرفت اون نوار رو تهیه میکرد، اون بنده خدایی که حالا کالا پزشکی بود میفروخت، برگشت گفتش که انگار اطلاعاتی نداشت راجبش، چیزی بود که تازه آمده بود. گفتش که آره، گفتش که لازم نیست هر هفته بیاید تهیه بکنید، هر ماه بیاید تهیه بکنید، همینا رو بشورید خشکش بکنید مجدد میتونید استفاده بکنید. یه تایمی حالا من ایوانسیه رو برده بودیم پایین، خب بعد 1 سال گذشته بود، دوباره قندهای من بالا پایین، ایوانسیم رفته بود بالا که به دکتر کردی. آره خب عددی اصلا نشون میداد. آره نشون میداد، ولی مثلا پایین نشون میداد، بعد مثلا خب من میرفتم چیزی میخوردم دیگه، مثلا قند 150 و 70 نشون میداد، این مدلی بود. بعد دیگه به دکتر رجب که گفتیم که نه خانوم این چه کاریه میکنید. آره دیگه ما متوجه شدیم اینا نباید بشوری، یه بار مصرفه. آره دیگه بعد بندازیمش بیرون. خب برگردیم به روابط خانوادگی. بله. تا حالا شده که مامانت بین تو و مهنوش فرق بذاره به خاطر دیابتی بودنه؟ قطعا خیلی. آره نه ببین، مهنوش اتفاقا فوق العاده حامی من بود تو این قضیه. آره من یادمه که توی مدرسه که درس میخوندیم، چون اطلاعات پایین بود، یه دوستی داشتیم، مثلا دوست صمیمی بود. بعد برگشت من گفتش که خب من حدود یه اوایل که دیابت گرفتم فکر میکنم 1 ماهی بیمارستان بستری شدم، من نرفتم مدرسه. بعد وقتی که رفتم مدرسه دوستم گفتش که مامان من گفته که با تو بازی نکنم چون که دیابت میگیرم منم. یعنی فکر میکرد واگیر داره و بدتر از اون این سخت بود که مادرش این حرفو شنیده بود. آره بعد دیگه مهنوش اونجا خیلی ناراحت شد، منو جلوش بغل کرد، بوس کرد، گفت من کلا دارم کنار خواهرم زندگی میکنم، چرا من نگرفتم، چرا من ندارم. خیلی خوب آره همین این قضیه باعث شد که مامان من فهمید که به هر حال دخترش باید تو جامعه بره، باید اعتماد به نفس منو ببره بالا. سعی کرد کلاسای انجمن دیابتی که حضوری میذاشتن، مثلا هر 2 ماه یه بار 3 ماه حتما میرفت شرکت میکرد. من یادمه یه چند باری اومد با مدیر مدرسمون صحبت کرد و اومد توی کلاسمون، یعنی من هر سالی که حالا پایم تغییر میکرد، مادر من یه زنگ ورزش رو از معلم و مدیر اجازه میگرفت میومد راجع به دیابت صحبت میکرد و بچه‌ها. آره خیلی هم با زبون روون و که مثلا بچه‌ها یاد بگیرن که بدونن دیابت خطرناکی نیست و من فرقی با بچه‌های دیگه ندارم. حتی اون موقع مامانم علائم افت قند و گفت و از معلمم خواهش میکرد که مثلا من اگه علائم افت داشتم اجازه به من بده که سر کلاس خوراکی بخورم. خیلی برای من خوب بود. تا حالا سوء استفاده هم کردی از دیابتت؟ نه اصلا. بله سوء استفاده کردم بسیار. بگذارم. آره خب سلام کم بود دیگه، البته که شاید الان هم سوء استفاده بکنم اگه پیش بیاد. ولی بذار ببینم سر چی بود. یه بار درس نخونده بودم و اینکه سر امتحان یهو به معلمم گفتم حالا من بده.
من باید برم بیرون یه شیرین بخورم. دیگه من اومدم بیرون. اون موقع که می‌خواستیم امتحان بدیم کیفامون رو میذاشتیم پشت در کلاس. خلاصه این که من اومدم بیرون قشنگ رفتم کتابمو برداشتم، جواب سوالا رو خوندم، رفتم سر امتحان ها. اوکی خانم معلمه حالا خوبه؟ آره دیگه حالا خوب شد. آره دیگه تو اون جوابا رو نوشتم و اومدم بیرون. از این سوء استفاده ها که بچگونه زیاد. به نظرت شنیدنی ترین داستانی که درباره دیابتت هست چیه؟ شنیدنی ترینش اینکه همجوری که گفتیم من دوقلو بودم. مامان من خب من قبل اینکه دیابت بگیرم با مهرنوش هم وزن بودیم، یعنی چاق نبودیم ولی خب تو پر بودیم، تو بل بودیم. اون تایمی که من دیابتی شدم یهو لاغر شدم، پوستم تیره تر از مهرنوش شد. خب چون دوقلو بودیم خیلی هم مقایسه می‌شدیم با هم دیگه. بگذریم که چقدر اول به خواهرم گیر دادن که تو زیاد میخوری، تو چاقی، باید کمتر بخوری، ببین مهناز لاغرتره. این به کنار، چقدر خواهر دوقلوی من حرف شنید. من همین ازش حلالیت میطلبم. و اینکه مامان من خیلی بامزه بود، میگفتش که مهناز تو دیرتر از مهرنوش میری همون، ببین پوستت سیاه شده. من راجع به این موضوع خیلی عذاب کشیدم. مامان ببین من دارم میرم همون. بعدن که متوجه شد به خاطر دیابتی شدنم، خب قند بالا که عضله سوزی داره. مامانم گریه افتاد، گفت مهناز منو ببخش، منو حلال کن. هنوزم که هنوز یادش میفته قصه میخوره، قشنگ تو چشش حلقه اشک جمع میشه. دیگران تجویزی چیزی هم میکردن برای؟ آخه چه موضوع خوبی، واقعا خیلی خوب. چقدر خوب شد اینو واقعا گفتی. موضوع خنده‌داری دارم راجع به این موضوع. بابای من به شدت ناراحت بود که من روزی 3 بار انسولین میزنم. تمام تلاششو میکرد اون 3 بار رو بکنه 2 بار. به این موضوع راضی بود. میرفت از بالای کوه قاف، از پشت کوه نمیدونم کجا واسه من گیاه جمع میکرد. با دوستاش قرار میذاشت، دوستش زنگ میزد دختر دیابت گرفته، پاشا یه روز تعطیل بیا اینجا ببرمت کوه فلانجا، با هم دیگه یه گیاه چیدنش خیلی سخته فلانه، بیساره برای دخترت ببر. میومد یه گیاهایی بود برگای کوچولو داشت، بهش میگفتن ترشک. به من میگفتش که اینا رو بردا بخور. بعد من میخوردم، هم ترش بود هم تر. بعد گریه میکردم مامان تو رو خدا به بابا یه چیزی بگو. حالا از اون میگذشت، رفته بود برای من آلوه ورا. گیاه آلوه ورا رو دیدی که یه حالت لزجی داره. من نمیدونم تا حالا همون موقع که بازش میکنی خوردی ازش یا نه. بابای من نشسته بود بخور اینا. بابا مامانت خوب، بابات خوب. خیلی تلخ بود، یعنی اصلا بابای من مثلا تو ذهنش اینجا افتاده بود چیزایی تلخ خندو میاره پایین. دوباره من گریه که بابا این تلخه نمیتونم بخورم. تلخه وایس الان درستش میکنم. میرفت موز می آورد، وسط موزو خالی میکرد، اون مواد آلوه ورا رو میریختش، میگه حالا بخور. شیرین شد دیگه. آره یا مثلا مامان من گردو بادوم، بخاطر اینکه تو مدرسه ضعف نکنیم همیشه واسه هم میذاشت. بابای من رفته بود بادوم تلخ خریده بود. بعد من سر کلاسشون ضعف داشتم، همیشه یواشکی میخوردم بعضی موقع، حالا چون دوستام چون اعتراض میکردن چطور مهناز میتونه خوراکی بخوره ما نمیتونیم بخوریم. معلمم گفت مثلا میخوای بخوری اوکیه ولی یواشکی بخور، دوستات نبود. آقا من این بادومه رو گذاشتم تو دهنم، هیچکی نفهمید، اما از تغییر صورت من که چقدر این بادومه تلخ بود. بعد حالا پیش خودم میگفتم خب یکی دیگه بخورم تلخی و قبلیه بره. دوباره دومی هم بخور بود. بابای من بادوم شیرینا رو از تو کیف من برداشته بود. بابای من جلاد نیست بنده اینجوری که دارم تعریف میکنم خیلی اتفاقا دل مهربونی داشت. میگم دوست داشتش که اون 3 بار انسولین رو تبدیل بکنه به 2 بار انسولین زدن، اما خب موفق نشد. با تلخی جد. آره خدا رو شکر اتفاقی واسه من نیفتاد.
آره این دورانم خیلی یه دفعه بیرون اومد دیدم یک عالمه از این عرقیجات با خودش آورده. نمیدونم این عرقیجات شنبلیله است، این نمیدونم چیه یه عرق بوغنوق چیه که الان میگن خیلی هم به بوغناق یادم نمیاد که میگن خیلی هم به کبد و اینا آسیب میزنه. بخورین این خوبه. روزی بابا چیزی نیست، روزی یه استکانه بخور دیگه. با هم قهر میکرد تو نمیخوای به حرف من گوش دیگه. همین دیگه اینا خیلی به من سخت گذشت. خیلی یه دوران علاوه بر اون خود اون مسئله دیابت و چالش ها یه چالش های دیگه ای هم اضافه داشته. بعد جالبیش اینه که وقتی بابا متوجه شد که من حالا گیاهای دارویی استفاده نمی کنم، همین جوری که الان خیلی آدم شیاد وجود داره راجع به این موضوع که آره فلان دارو بخورید دیابتتون خوب میشه و اینا، اون موقع هم بود یه دکتری رو پیدا کرده بود جلسه خودات تومن بهش میداد. من میرفتم اونجا به کف دستم، کف پاهام، پشت کمرم یه چیز مثل برق وصل میکرد. میگفتش که من لوزالمعده اینو کار میندازم، لوزالمعدهشو کار میندازم، خیالت راحت. دوباره پا میشه. من جلسه بابام منو برد به امید این که مثلا قندم خوب شه و نشد. باعث شد که این همه سال بگذره من دوستای خوبی مثل شما پیدا بکنم، با انجمن گابری که انجمن دیابت آشناشم، آدمای شبیه به خودم رو پیدا بکنم. خیلی واسه من تاثیرگذار بود تو زندگی. آره کلا آدما وقتی که میبینن کسای دیگه ای هم هستن که با چالش خودشون زندگی میکنن، انگار یه مقدار اون درده براشون لطیفتر میشه. آره قابل تحمل‌تر میشه که هستن بازم مثل من. آره خیلی تاثیرگذاره. من حتی الان مامانا بهم میگن چی کار کنیم بچه هامون کنار بیان با این موضوع، من فقط بهشون میگم که با بچهای همسن خودشون یا بزرگتر آشناشون بکنید که بدونن این برای همه هست، فقط برای خودشون نیست. اینجوری از تنهایی نمیکنن، باعث میشه باهاش خیلی راحت‌تر کنار بیان. حالا من دیدم که خیلی هم در حوزه دیابت فعال هستی و با من همکاری میکنی. خاطره‌ای داری از این همکاریت با انجمنا، با حالا خود بچهای دیابتی یا مادراشون؟ بله یه خاطره دارم. خب ببین ما گروه هایی که داریم از همه شهرها داخلش هست و اینکه منم همون جوری که حالا هیچ موقع من انگوش کوچیکه دکتر رجبم اصلا نمیشم، اما خب چون خاطره خوبی توی ذهن من مونده، من هم شماره‌مو رو در اختیار مادرها قرار دادم که هر ساعت از شبانه روز میخوان با من تماس بگیرن. ساعت 3 و 4 صبح بود، گوشیم زنگ خورد. بعد من جواب دادم، گفتم بفرمایید و اینا. یه مادری بود به من گفتش که مهناز جون دستگاه بچه من خراب شده، چی کار کنم؟ گفتم چرا خراب شده؟ گاره روش نوشه LOW. بعد گفتم بچه‌تون چند وقتشه؟ گفت 1 سالشه. گفتم یه بار دیگه مجددش تست میگیری؟ گفت هنوزم داره همون خطا رو میده، چی کار کنم؟ باتریشو عوض کنم؟ گفتم نه از سری بهش عسل بده. گفتم بچت بهوشه؟ گاره اوکی. دیگه سری بهش عسل داده بود و بعد بهش توضیح دادم، گفتم که این اخطاری که روی دستگاه میاد یعنی قند بچه شما خیلی پایینه. هنوز که الان فکر میکنم بچهش 6 یا 7 سالش باشه، هنوز که هنوز از من تشکر میکنه. میگه اون شب اگر تو به ما نمیگفتی ما میگفتیم بچه‌مون بخوابه فردا بریم واسش دستگاه تست دیگه بخری، چون هیچ علائمی نداشت بچه تا چولو. واقعا چقدر کمک کننده است این در واقع کمکایی که حالا بچهای دیابتی خودشون به هم دیگه میکنن. بله. قدیمی ترای دیابتی با به مثلا حالا اونایی که تازه دیابتی شدن خیلی تاثیرگذاره. من میگم من موقعی که یه جورایی میشه گفت از آب و گل در اومدم، سختیایی که مامان خودم کشید، اینکه شب و نصف شب مونده بود چی کار بکنه، اینا همیشه تو ذهن من هست. برای همین خیلی تلاش میکنم کمک مامانا باشم، کنارشون باشم که حداقل راحت‌تر بگذره براشون. مرسی مهناز جان. خواهش میکنم. گفتگوی دلنشینی بود. باز برای منم همینطور. سلامت باشی.